ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 28-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 9. ناگهان بسیار سخت تق تق زده شدنی دروازه بیرون یک باره هم عصا هم فیروزه را از خواب بیدار کرد. عصا دویده از جا برخاست و به شبگه برآمده کیست گفت. از کوچه کسی ناشناسی با آوازی بلند گفت کشایید. شما کی؟ با کی کار دارید؟ گفت عصا و دریچه شبگه را که به کوچه کشاده می شد باز کرده نگاه کرد. در کوچه 2-3 نفر آدمانی اسپکی می نمودند. ما از چیکه، گفت همان شخصی آواز برآوردگی، به رفیق عصا کار داری. فیروزه که رومال شال را به کتف گرفته از قفای عصا برآمده بود آهسته گفت نامتان چیست؟ گفته پرسید. اما عصا نپرسید. دریچه را کشاده مانده به خانه در آمد و لباسش را پوشیده گرفت. ها؟ شما بخیر؟ پرسید فیروزه. از چی کمی گویند؟ گفت عصا. برآمده خبر گیرم یگان کار برآمده ماندگیست. رفت و از چیکر نباشد؟ دیگر به من کی کار دارد؟ زمانه حادیث، گفت فیروزه. دشمنتان کم می؟ دشمن این طور روی راست نمی آمدگیست. در این دم باز دروازه را بی صبرانه کوفتند. عصا موزه را به پا کشیده از جا برخاست و گفت تو در تاریکی به پایان نفرا. به من باشد از همین بالا ایستاده گپشان را فهمید دروازه را کشادن خوب نی. نترس جانکم، هیچ گپ نی، گفت عصا با چنان باوری که دیگر فیروزه هم دم شد، ولی از پسی شوهرش به پایان فرامد. در پایان در تگی سابات با بازرگر پیلسوز را که دود کرده می سوخت در دست لرزانش داشته به وی منتظر می ایستاد. که ها باشند؟ پرسید وی با آواز خسته. اینها از اداره من، پروا نکنید، گفت عصا و پیش گذشته دروازه را گشاد. در بیرون 2 نفر از سواره پیاده شده بودند. عصا آنها را نشناخت. وی هنوز به سؤال لب نگشاده آنها تپانچه های نگن در دست پیش آمدند و گفتند عصا خیرالدین زاده، شما را به دلکشای بیرون میبریم. به دلکشای بیرون بردن معنای از طرف میسیه اطراف به حبس گرفته شدن را داشت. این را شنیده عصا یک حرکتی تیز کرد و خواست که آنها را تیله داده دروازه را بندد، لیکن نشد. بیروننگی ها هوشیاری کردند و زود از بازوان او داشتند. بیدرک هم خودتان و هم دیگران را به تشویش ناندازید، گفت یکی از آنها. خواه ناخواه ما شما را گرفته میبریم. بهترش که بیمغل بیایید. اسد مخصوم با شما صحبت کرده
جواب داده می فرستاند. نه نه، گفت از جانب عصا فیروزه، وی به هیچ جا نمی رود. شما حق ندارید که آدمی چیکه را دستگیر کنید. حق ندارید. ما هیچ کس را دستگیر نمی کنیم آییم، گفت یکی از آدمان اسد. با خواهش اسد مخصوم گرفته می بریم و خلاص. با گرفته بردن هم حق ندارید، گفت این دفعه خود عصا. من کارکنی دولت هستم. برای همین هم اسد مخصوم به شما بعضی سوال ها دارند. کنی وقت را نگذرانید. انا اسب تیار. نباشد اول به چیکه می رویم؟ من رخصت می پرسم، گفت عصا. اگر اجازت شود با شما می روم، نباشد نه. خیر میلش، گفتند آدم های اسد و یاری دادند که عصا به اسب نشیند. عصا نروید می گفت فیروزه و خود را به سوی او می زد. اما با بازرگر در یک دست پیلسوز با دست دیگر فیروزه را می داشت. هی می گفت. نموده می ایستاد که آیم الله تنبور هم در پس دروازه آمده بود. آدمان اسد مخصوم با یک خیز خود را به بالای اسب‌هایشان گرفتند و عصا را به میان داشته به راه در آمدند. فیروزه باشد فریاد کرده از پس عصا دویدنی می شد. زوری با بازرگر نرسید. آیم الله هم از درون برآمده به وی چسبید و به حال و جانش نمانده به درون گرفته در آمدند. در آن کوچه دروازه های بسیاری بود و در پس هر دروازه آدمان بودند که از این هیاهوی نیمی شبی بیدار شده با وهم و ترس از جا برخاسته بودند، ولی نام اسد مخصوم را شنیده هیچ کس جرأت نمی کرد که دروازه‌اش را گشاید. الکی رفتار و کردار اسد مخصوم به همه آشکار شده بود و مردم می دانستند که اگر به قهر این مردک گرفتار شوند، حالا در بخارا کسی نیست که به دادشان رسد. در خانه به تسلی دادنهای آیم الله و با بازرگر گوش نکرده فیروزه می گریست. عصا را بردند، عصا را می کشند. می گفت عصا چی گناه کرده است که کشند؟ می گفت آیم الله. آخر اسد مخصوم هم انقلابچی، آدمی حکومتی شورا کو. ها بله، می گفت با بازرگر. یگان گپی می پرسیدگی داشتگیند، می پرسند و جواب می دهند. خدا خواهد سحر نشده آمده می ماند. آیم الله و با بازرگر 1.5 ساعت فیروزه را تسلی دادند، نشد. نهایت وی آبی چشمش را پاک کرد و گفت من تا رفته از چیکه خبر نگیرم آسوده نمی شدم. در این وقتی شب در تاریکی تنها رفتن خوب نمی شود. هیچ گپ نی. اگر عصا را به چیکه نبرده باشند و راست به دلکشای بیرون برده باشند، زود به رئیس چیکه و به عمک حیدرقل هم خبر دادن لازم. فیروزه دویده بالا خانه برآمد و کمزور پوشید و سربندش را بسته فرنجی و چشمبندش را به دست گرفته پایان فرآمد. در راه رو با بازرگر را دید که سله و جامه کرده به دستش فانوسی روشن برآمده است و آیم الله هم در آنجا ایستاده است. ها بخیر، گفت فیروزه آنها را دیده. می رفته باشی میلش، گفت با بازرگر، لیکن من همراهی تو می روم. آیم الله چی تنها می مانند؟ گفت فیروزه و به طور قطعی علاوه نمود. نه، ممکن نه. من خودم تنها رفتن می گیرم. بدتر فانوس و من و شما را دیده او با شام قصد کردنشان ممکن. من دروازه ها را زنجیر کرده به خانه در آمده می شینم، گفت آیم الله. گرد و پیش همسایه
تو تنها نرو، از یک کس دیده دو کس بهتر است، به هر حال قوتی دل. ای خدای، این چی بدبختی بوده؟ گفت فیروزه و مجبور شد که همراهی با بازرگر را قبول کند. آنها دروازه را گشاده به کوچه برآمدند. در کوچه آغوشی نبود، همه جا تاریک، همه جا خاموشی بود. حتی در کوچه کلان هم به آنها کسی وا نخورد. لیکن با بازرگر در دست فانوس پیش پیش راه می گشت و به چار اطراف نگاه می کرد. می ترسید که شوره فانوس آنها دقت بدخواهان را به سویشان نکشد، اما بی فانوس هم خصوصاً به وی در تاریکی ره گشتن مشکل بود. پیش از انقلاب در سری کوچه ها، در پیش دری مسجد ها، در بالای دکان های بقال ها فانوس ها روشنی می دادند. حالا باشد به این چیزها اهمیت نمی دهند یا که اهمیت می دادگی کس نیست. آقسقال ها و صوفی های گذرها اکثریت بی پروا، شعارشان همین که تو یک گزد من چه غم. انقلاب کردگی ها غم فانوس را خورند. اما انقلاب کردگی ها اهمیت داده نمی توانستند. بعد خود روغن لمپه هم قریب نیست بریم. گاه ناگاه از سیسو و تکی منار آورده می فروشند که به نیم طلبگاران می رسد، به نیمش نه. خیر، خدا الهی خودش به امانش نگه دارد. این بود فکر و خیالی با بازرگر. اما فیروزه درباره این چیزها فکری هم نمی کرد. تمام اندیشه وی به عصا و تقدیر او بند بود. به اسد مخصوم عصا چی گناه کرده باشد؟ یا برای کریم او را گرفتن می ترسند که عصا شاهد شده جنایتشان را می کشاید؟ لعنتی اسد مخصوم در قاپلان عایشه را دیده بود. این پری چهره کی گفته می پرسید؟ معلوم که برای به مقصد رسیدنی وی کریم خلال می داد. او را تیرباران کرده گمان کرد که کار تمام، کریم مرد و او شوهر عایشه شد. لیکن کریم را عصا یافته آورد، طبابت کنانید، قریب صحت کرد. این خبر را شنیده اسد بی‌ضابطه شدگیست. انا اکنون عصا را برده قین می کردگیست، از کریم دست کش می گفتگیست. ای خدای، تیزتر به چیکه رسیده این خبر را گویم، اما که حیدر خود را یافته مصلحت پرسم. آنها از طی رسته قوش مدرسه به طرف قاپلان برگشتند. در پس مدرسه سگها به آنها حمله کردند. لیکن عصای دراز و فانوسی با بازرگر را دیده پیش آمدن نمی توانستند. از دورتر آنها را پیچانیده گرفته ابر می کردند. کوچه و میدان را به سر می برداشتند. به هر حال اگر در سری وقتی آنها 2 نفر میلیسیای اسپکی آمدن نمی ماندند، آخری کاری آنها با سگها به چی می انجامید؟ میلیسیانیرها سگها را رانده آنها را باز داشتند. شما کیستید؟ در این وقت شب به کجا می روید؟ ما به چیکه می رویم، گفت فیروزه. من زنی عصا خیرالدین زاده می شوم. این کس عمکم. میلیسیانیرها به همدیگر با نظری سؤال نگاه کرده حیران ماندند. شاید آنها نام عصا خیرالدین زاده را یکمین بار می شنیدند.
شاید او را قطعیاً نمی شناسند، لیکن به چیکه رفته ایستادن آنها و اینقدر دلیرانه گپ زدن این زنک باعث تعجب و ملاحظه آنها شد. چی واقعه روی داد؟ گفت نهایت یکی از آنها. آدمان اسد مخصوم آمده عصا را بردند، گفت فیروزه. نمیدانم کجا بردند. وی آدمی چیکه بود. خبر دادند در کار. خیر میلش رفته خبر تید، گفتند میلیسیانرها، گویا که بی رخصت آنها این کار را کردن ممکن نباشد و پس اسب‌هایشان را به سوی قوش مدرسه برگردانیده رفتند. در سیسو در پیش اداره چیکه فانوس می سوخت و از تیریزه کمندندخانه هم شوره چراغ می نمود. فیروزه و با بازرگر به کمندندخانه در آمدند. در آنجا در پس دیواری پست تختگی کمندند و 2 نفر آدمی حربی می نشستند. در آمدن فیروزه و با بازرگر را دیده کمندند خوابالود حیران شده 1 درجه خوابش پرید و به آنها با نظری سؤال نگاه کرد. خوش. فیروزه به دیواره تختگی چسبیده ایستاده کی بودن خود را فهمانید و بعد واقعه آمدن آدمان اسد و گرفته برده شدن عصا را گفته داده پرسید. آنها به عصا وعده دادند که اول به چیکه می روند، اگر چیکه رخصت دهد بعد او را گرفته به دلکشایی بیرون می برند. به اینجا آمدگیشان نی، گفت کمندند و چشمانی پرخوابش را مالیده ماند. نباشد او را فریب کرده راست به دلکشایی بیرون بردند. اکنون چکار می کنیم؟ به این سؤالی بی صبرانه که با صدایی پر از وهم و هراس داده شده بود، کمندند افزایش را دیگر نکرده با همان آهنگ آسوده حالانه گفت. چکار می کنیم؟ من نمیدانم. رئیس نیستند، معاونشان هم نیست. تا پگاه صبر کردن لازم. صبر؟ تا پگاه او را قین و قصاص کرده کشتمانن چی؟ قین و قصاص خندید کمندند و آن 2 حربی هم خندیدند. برای چی قین می کنند؟ چی وی شوهرتان عصا عکس الانقلاب چی؟ باسمه چی؟ دزدی رازن می؟ یگان گپ می پرسیدگیند، یگان کار می فرمودگیند. به هر حال یگان مسئله مهم بودگیست. نه گفت زاری کنان فیروزه. کار می فرموده باشند نیمی شب بندی کرده نمی بردند. جان امک جان، به امک حیدرقل تلفن کنید، آن کس یگان مصلحتی درست می ده. نام حیدرقل را شنیده کمندند سر برداشت و به شریکانش نگاه کرد. بعد به سوی فیروزه برگشته گفت. رفیق حیدرقل در شهر نیست. من میدانم در خانه اشان نبودند، لیکن آخر حاضر آمدگیستند. در اداره اشان بودگیند، در کمیته مرکزی. این وقت در اداره چیکار میکنند؟ خیر چی علاج؟ من چیکار کنم؟ به عصای من چی کردند؟ ای خدای! این سخنهای پر از درد که از قعر دل فیروزه آمده برآمده بودند خواب کمندند را تمام پرانید. وی گپ نزد و تلفن را پیشتر کشیده دستک آن را تاب داد، خیلی تاب داد. نهایت تروبکه را برداشته به تلفنیست دوغ زد و دلکشای بیرون را طلبید. بعد باز تروبکه را به جایش گذاشته دستک را تاب داد. این دفعه هم خیلی دور و دراز تاب دادن. بعد از آن طرف جواب دادند. کمندند تروبکه را به دست گرفته اول کی بودنی خودش را گفت و بعد پرسید که از نام آدمی چیکه در کجاست؟ از آن سو چی جواب دادند که کمندند غراس زده گفت
خودی تو کی می شوی؟ قراول؟ یگان کلانترت نیست می بیدار کن، چرا نمی توانی؟ لعنتی تلفن را پرتافت. باز دور و دراز تاب داد، لیکن این دفعه هیچ جوابی نشنید. بیفایده، گفت یکی از حربی ها. در این دم خودی تلفن زنگ زده ماند. کمیندا تروبکه را برداشته پرسید که کی گپ میزند. از آن سری تلفن یگان سردارش جواب داد، مگر که وضعیت وی تغییر یافته آوازش ملایم شد. لبی، ها، من هیچ گپ نی. ها، فقط در اینجا زنی رفیق عصا خیرالدین زاده آمدگی، امکش قطی. آدمانی اسد مخصوم آمده عصا را از خانهش بندی کرده گرفته بردند. من تلفن کردم، قراول جواب داد که هیچ چیز را نمی داند. خوب میلش. کمیندا تروبکه را گذاشته به فیروزه مراجعت کرد. رفیق نیکلای، معاون رئیس تلفن کردند. گفتند که تا آمدن آن کس در همین جا صبر کرده شنیدان بوده است. خودشان آمده تردد می کردند. بدلی ناامید گشته فیروزه یک نوری ضعیف برق زد. با بازرگر هم یک نفس آسوده گرفته ماند. ساعت دیواری تیق تیق می زد. 2 نفر آدمان حربی تپانچه هایشان را روغن می کردند. کمیندا که خوابش تمام پریده رفته بود، به دفتری کلان چیزی می نوشت. 1 ساعت مثل 1 سال گذشت، لیکن از معاون درک نشد. اکنون فیروزه بی طاقتانه جنبیده می خواست که به کمیندا مراجعت کند. در گشاده شد و سید پهلوان در آمد. وی به طرف کمیندا نگاه کرده سلام داد و به فیروزه و با بازرگر مراجعت کرد. ها، در اینجا چی کار می کنید؟ سید امک، گفت و فیروزه گریه کرده سر داد. زرگر با چشمانی مایوس و حیران بروی سید پهلوان نگاه کرده ایستاده چی گفتنش را نمی دانست. فقط بسیارتر چشمک می زد. خودت به دست گیر فیروزه، گفت با آواز غفس و آمیرانه سید پهلوان. چی گپ شده است؟ خیزیتان به حولی رویم. من شما را کافته گشته به زور یافتم. آنها به آمدن رفیق نیکلای معطل، گفت کمیندا. رفیق نیکلای به گمانم وابکند رفتند، گفت سید پهلوان. اگر بیایند هم پگه چاشتگاه یا پیشین می آمدگیند. شما از کجا می دانید؟ کمیندا حیران شده پرسید. من می دانم، گفت به سوی وی معنی دارانه نگاه کرده سید پهلوان و از بغل فیروزه گرفته بیرون برآمد. در کوچه هنوز هم شبی درازی اولی زمستان حکم می راند. درجه خنکی هوا هم به آنچه رسیده بود که با بازرگری موسفید می لرزید. در آن دم مرغ و ماهی در خواب بود. فقط در کوچه کلانی طرفی بازاری نو 3 نفر تیز تیز قدم مانده می رفتند. در بازگشت با بازرگر خیلی دلیر و چقان شده بود. چنان گمان می کرد که سید پهلوان تنها خودش جوابی 10 کس را داده می تواند. در راه چند بار فیروزه درباره عصا گپ پرسید، اما سید پهلوان او را تسلی داده وعده می کرد که به خانه رفته نقل می کند. وقتی که به حولی رسیدند، آیم الله دروازه را گشاد و همه را به حولی درون تکلیف کرد. وقتی که آنها در خانه پایان نشسته گپ می زدند، آیم الله خودش به آشخانه رفته سماوار مانده می نشست.
از عصا خاطر جمع باش، می گفت سید پهلوان. به هر حال در بدل این 3-4 روز با وی هیچ واقعی نمی شود، چون که خودی مخصوم نیست. امشب به وابکند رفت، جبار قرباشی هجوم کرده است. پگاه و پس فردا هم نمی آمده است. عصا محبوسی مخصوص خود اسد مخصوم است و بنابران او را به من سپاریدند. من هم او را با 2-3 نفر علاهیده نگاه می دارم. بنابر خواهشی خود عصا امشب خواب را به خود حرام کرده به اینجا آمدم که همین را خبر دهم. خیر، برای چی او را حبس کردند؟ چی گناه کرده است؟ پرسید فیروزه. برای اسد مخصوم کی و چیش نیست، طبعش خواسته است حبس می کند. و گمان عصا را برای کریم گرفتگی، البته با بهانه دیگر. نباشد اکنون ملا عصا در بند اسد مخصوم استادن می گیرد می؟ راه خلاصیش نیست می؟ پرسید زرگر. البته خلاص می کنیم، گفت سید پهلوان. پگاه تو دخترم به پیش حیدرقل رو. سحر کتی آمده می ماندگیست، گویا به کاغان رفته بوده است. وی البته از ما دیده داناتر است، یگان مصلحتی درست می دهد. انا بعد از روی گفته وی کار می کنیم. خیر، من رفتم، مبادا نبودنی من باعثی شبهه نگردد. خواستند که به نزد سید پهلوان دسترخوان گیرند و هیچ نباشد یک پیاله چای نوشد، لیکن وی قبول نکرد و خیر و خوش کرده رفت. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 28-умро аз рӯи романи 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷампул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.